اگر همیشه یه رادار همراهت بود چه کارایی از دستت برمیومد؟ این موجود با اون بینی ستاره شکلش شبیه یه کاراکتر از دنیای عجایب به نظر میرسه. تا آخر همراهمون باشید تا یکی از عجیب ترین موجودات دنیای زیر زمین رو بررسی کنیم. موشکور ستاره دماغ. اون دماغ عجیبش چیه؟ اون ستاره تورهای گوشتی که جلو دماغشه 22 تا زائده لمسی هستن. این زائده ها پر از گیرنده های حسی هستن. در واقع چیزی حدود 25,000 گیرنده. یعنی این دماغ عجیب تر از هر راداریه که بشر ساخته. باهاش حتی زیر آب بو میکشه. یعنی یه حباب کوچولو از دماغش بیرون میده، دوباره همونو میکشه تو و اطلاعاتش رو میخونه. واقعا شگفت انگیزه. سریع‌ترین شکارچی پستاندار جهان. موشکور ستاره دماغ میتونه کمتر از 3000 ثانیه تصمیم بگیره یه چیز خوراکیه یا نه. مغزش یه اسکنر پیشرفته است که فقط با لمس میتونه تشخیص بده چیزی که دماغش لمس کرده غذاست یا نه. تو باطلاق‌ها، مناطق مرطوب و کنار رودخانه‌ها توی آمریکای شمالی زندگی میکنه. بیشتر وقتش رو زیر زمین یا زیر آب میگذرونه. عجیبه نه؟ چون حتی شنای خوبی هم داره. کوره ولی نابغه است. چشماش خیلی ضعیفه ولی حس لامسش اونقدر پیشرفته است که بدون دیدن میتونه اطرافش رو کاملا تجسم کنه. غذای مورد علاقه‌اش چیه؟ حشره، کرم خاکی، ماهی‌های خیلی ریز و هر چیزی که بتونه سریع حسش کنه و بخوره. حالا چرا عجیب غریبه؟ چون یه جورایی داره با ترکیب حس بویایی، لامسه و مغز سریع‌تر از کامپیوترش شکار میکنه. یه نابغه کوچولوی زیرزمینی. با اینکه بیشتر عمرش رو زیر زمین یا توی مناطق گلی میگذرونه ولی بازم خطر تهدیدش میکنه. جغدها، شاهین‌ها و پرندگان شکاری، روباها، مارهای آبی و خشکی جزو شکارچیاش هستن. اگر از زیر زمین بیرون بیاد و شکارچی ببینه با سرعت بالا تو گل فرو میره و فرار میکنه. محل زندگی این موشکور مناطق مرطوب باطلاقی جنگل‌های کنار رودخانه هاست. بیشتر در شرق کانادا و شمال شرقی آمریکا پیدا میشه. خونه‌شو توی زمین‌های مرطوب میسازه با یه سیستم تونل کشی پیچیده. حتی بعضی از تونل‌هاش میرسن به زیر آب. جفتگیری این موجود فقط یک بار در سال انجام میشه، اوایل بهار. فقط هم با بو و لمس ماده انجام میشه چون چشماش کار نمیکنه. نرها به دنبال ماده‌ها توی تونل‌ها میرن و از طریق لمس و مواد شیمیایی بدنی اونا رو تشخیص میده. بعد از جفتگیری حدود 40 روز بعد بچه‌ها به دنیا میان. ماده‌ها بین 2 تا 7 بچه به دنیا میان. بچه‌ها هم کور، بیمو و بسیار کوچکن. فقط ماده مراقبشونه. نر هیچ نقشی نداره. بعد از حدود 3 تا 4 هفته بچه‌ها تونل زدن و شکار کردن رو یاد میگیرن. در طبیعت حدود 3 تا 4 سال عمر میکنن و در اسارت هم تا 5 سال دیده شده. سریع‌ترین پردازش لمسی در بین پستانداران رو داره و تنها پستانداریه که میتونه زیر آب بویایی داشته باشه. دماغش نه فقط حسگر لمسه بلکه مثل چشم مغز کار میکنه. اگه یه چیز رو لمس کنه مغزش تصویر اون رو بازسازی میکنه. میتونه 5 شیء مختلف رو توی یه ثانیه لمس کنه و تحلیل کنه. زندگی زیرزمینی و پنهانی مهمترین خط دفاعی این موشکور حساب میشه. چون بیشتر عمرش رو توی تونل‌های خودش میگذرونه به سختی در معرض شکارچی‌ها قرار میگیره. این موجود خیلی سریعه، میتونه هم زیر زمین حفاری کنه و هم زیر آب شنا کنه. اگر احساس خطر کنه با سرعت فرار میکنه و خودش رو به تونل‌های امنش میرسونه. بدنش پر از موهای ضد آبه که باعث میشه نه تنها زیر زمین راحت حرکت کنه بلکه برای شکارچی‌ها هم گرفتنش سخت باشه. اون دماغ ستاره‌ای 22 شاخه‌ای پر از گیرنده‌های عصبی. میتونه ارتعاشات و حرکت‌های ریز اطرافش رو حس کنه حتی قبل از اینکه شکارچی نزدیکش بشه. این ویژگی یه هشدار دهنده طبیعیه براش. ظاهر عجیب و ساختار خاصش باعث میشه برخی از شکارچی‌ها ازش دوری کنن یا کمتر به سراغش بیان. انگشت‌ها با ناخن‌های قوی تجهیز شدن و برای حفاری و کندن زمین طراحی شدن. مثل بیل مکانیکی عمل میکنن. کاملا به سمت بیرون باز میشن تا خاک بیشتری رو جابجا کنن. پاهاشون کوچکتر و جمع و جورترن. بیشتر نقش پایداری و حرکت در تونل‌ها رو دارن. توانایی شنا رو هم دارن چون موشکور دماغ ستاره‌ای شناگر قهاریه. این موجود خیلی تفاوت جنسی ظاهری شدیدی نداره. اما نرها معمولا کمی بزرگتر از ماده‌ها هستن. این تفاوت در وزن و طول بدن مشخصه و خیلی بارز نیست. تفاوت‌ها بیشتر در اندام‌های داخلی یا در فصل جفتگیری نمایان میشن. ماده‌ها در زمان جفتگیری نشیمنگاه متورم دارند که از طریق بررسی نزدیک قابل تشخیصه.
اگه به شگفتی‌های دنیا و موجودات علاقه‌مندین، حتما پیج ما رو سابسکرایب کنید تا توی این شلوغی گممون نکنید. زنگوله رو فعال کنید تا اولین نفری باشید که ویدیوهای جدیدمون رو ببینید. و از پست‌های دیگه‌مون دیدن کنید تا با دنیایی از شگفتی‌ها آشنا بشید.